السلام علیکم دوستان عزیز، خداوند نگهبان هر یک کدام شما باشه. امروز روز خرسندی منه. ببینید دوستان مهربان، اکم تا همه برادران میتونن ما را میتونن این ماشینا را قطورک موندیم سر کردیم دوستان عزیز. دوستان عزیز همین بابای لنگری سر میکنیم. اوپل چی میگن؟ اوپل استرا میگن دوستان عزیز. ارزونه که برای حق کم گرفتیم او کناچی یک نه دوستان. همین ماشین اوپل استرا سال 2000 خریده شدن. سال 2000 دوستان مهربان نرخش 250 میگن. نه که من هم خیلی کریسگی دوستان میدارم. همین جای 220 جای سومگیری شای. ماشینا که خوبه. من سه رقم میمونم. نرخ اوپل میمونم درست مینویسم که نمره بابای لنگری این ای برادرم میمونم که این دیگریش ای خلاصه سه ماشین میبینه. این کنکورس نیست باز بالا بزنیم. این فروشیان قطورک شو کردیم. کدوم ماشین فروشی داره روپرو همین جای کاری من میاد. ان شاء الله رکلام اینا میفروشم. اون سر کردم. نگاه دوستان عزیز. همین ماشین 2000 250,000 میگن. کسی که استوقاتی بیه ببینه بگیره بره. نه که جای سومگیریش 220,000 دستروش نتفروشه. خوب خیش از درناش من کم ابزار مینم در بالای همو حالت گبزنی میمونم. ماشینک تنج میگذاریم در این ماشین جیلی ویسیون میگن 400,000 میگن 450 403 اما تاجیک با ارزونش میگن که ما اون خاطر ما حرکت داریم. جای سومگیریش 400 این ماشینایی که من مونده شدم یا دستروش ایناز هم ابزار در حالت گبزنی میمونیم. دوستان مهربان دم برات برخدی ماشین دستوراش نه فروخته میشه و رقماش در راستش نوشتگیان. همو رقمای ماشین کبود ماشین اوپل انکال با BMW میریم زدت کنه دوستان خریدگی دوستان مهربان. خلاصه که ماشینا در فروش خواهش میکنم لایکاکو تو بزنه. کسی حقارت نه حقارت که کسی صدقه میشه صدقه شه کسی رحمت میگه رحمت. دوای برات بگذار اینجا همین خد ماشینا دزدیده. خب این ماشین اخری تاجیکستان اومده. رقمای تاجیکستانن. ماشین دستوراش در فروش. BMW چی اکا BMW ترویکا بوده. مکانیک سالش چنده؟ 2001 سالش 600,000 میگه. 600,000 میگه. خب با اگر میگن همون چی میگن سخن شیرین ما را هیچش میبره چق کرده بتونه با ارزونش میکنه. ماشینای بمب هن. ویدیو کوتاه که خواهش میکنم حرکت کنه ویدیو را پان کنه. رحمت برای دقتتون. ای جاوس کدوم ماشین داره ان شاء الله بیاید هم مترو لوبلینا رکلامش میکنیم. خدا نگهدار برای کار. رحمت دوستان عزیز یگان چه شما کلا پولا یا نیست در بالون از با همجا شب ابزار کنید بمونشو یا برادرات در فروش موندن اومدن در این پیش کارخونه من موندن قطارش کردم یک بار سه ماشین در فروش موندم. خدا نگهدار. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.